سلام. ممنونم که پیج کالاکس رو در یوتیوب دارید دنبال میکنید. بحث امروز ما درباره مقوای متالایز آینه‌ای است که رنگ‌های بسیار خوشگل و شفافی داره. ما رو در ادامه فیلم دنبال کنیم که خبرهای خیلی خوب و آموزش جالبی داریم براتون. مقوای متالایز آینه‌ای که از این دربورد 250 گرم ساخته شده که تو ادامه فیلم می‌خوایم طیف رنگاشو براتون بذاریم. رنگای بسیار جذابی داره که رنگای مثلا نقره‌ای، طلایی کمرنگ، یاسی، صورتی کمرنگ، سبز کمرنگ، آبی، قرمز، طلایی پررنگ یا مسی یا و بادمجونی و سبزابی یا کله قاضی هم بهش میگن. از متالایز آینه‌ای برای مصرف‌های مختلفی داره. مثلا برای این اگه تو تمای تولد دیده باشید که براش مثلا کلاه درست میکنم، یکی از اون کاربردها داره. این تم تولد و تم شب یلدا و تم ولنتاین رو از مقوای متالایز استفاده میکنم. یه سری جام اگه دیده باشید تو استادیوم‌های ورزشی بازی فوتبال داره یا اون تو هر ورزشی که هستش از این مقوا استفاده میکنن، چون حالت برق آینه‌ای داره، میتونه نور رو بازتاب بده. از مقوای متالایز استفاده میکنن و مصرف‌های دیگه هم داره که اگه باش جعبه سازی انجام بدیم که فوق العاده پر مصرفه، میتونیم باش مثلا لیوان درست کنیم، لیوانه کاغذی که خیلی از شرکت‌ها دارن الان با مقوای متالایز آینه‌ای استفاده میکنن و تولید میکنن. و اینکه مقوای متالایز آینه‌ای از این دربورد 250 گرم ساخته شده و یک طرفش هم سلفون براق وجود داره و قیمتش هم بسیار رقابتیه. بیاید از ادمینا تو دایرکت بپرسید که قیمت استثنایی رو بهتون عرضه کنیم. توی ادامه فیلم میخوام نمونه جعبه که مقوای متالایز آینه‌ای ساخته شده یا از مقوایی که میتونیم براتون ارسال بکنیم یا خود مقوا براتون ارسال بکنیم یا جعبه که مقوای متالایز آینه‌ای ساخته شده در خدمتتون هستیم. ما رو دنبال کنید.